میگوییم بینندگان عزیز. سلسله برنامه گلچین از تاریخ تاجیکان است. چون همیشگی منظور شما نگفته نماند که برنامه ما از روی شاه اثر تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов ثبت و تهیه میگردد و موضوع امروزه بخشیده می شود به گرامی داشتی روز وحدت ملی. در برنامه امروزه حضور دارند استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی. سیدجان زودالله‌زاده خوش آمدید. باعث افتخارات بزرگ است که امروز اطراف یک واژه بسیار زیبا و مقدس حرف میزنیم. این هم باشد وحدت ملی. و درباره این مفهوم زیبا زیاد گفتند. شاعران، نویسندگان، اهل ضیا، اهل ایجاد، اهل قلم بسیار خامه ستودند، قلم فرسایی کردند و تاریخ هم در صفحه‌های رنگین خود از این روز، از این مقدسات، از این ارزش بزرگ ملی بسیار چیزها را جای داده است و تاریخ نگاران ما هم در اطراف این موضوع بسیار اندیشه‌رانی کردند و مطلب خوب تهیه کردند، ایجاد کردند، تالیف کردند. از نگاه شما استقلالیت و وحدت کامل ملی تا کجا توانسته است که تاجیکستان عزیز را باز هم به سوی پیشرفت‌های بی‌سابقه تکان بدهد و در همین مرحله مهم تقدیرساز در یک دوره بسیار حساس و کلیدی تاریخی ما تا کجا توانستیم که ملت سازی بکنیم، فرهنگ سازی کنیم، دولت سازی کنیم و این ارزش ماندگار را پاس بداریم. استقلالیت، وحدت ملی نعمتی عالی است برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان و خاصتا برای هر یک شهروند جامعه جهانی. جمهوری تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت دولتی خود را به دست آورد. پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی، ملت تاجیک با ناآرامی‌ها و ناسازی‌های سالهای 90 روبرو گردید. در همین لحظه‌های خیلی حساس، خیلی نازک، خیلی سرنوشت‌ساز، خیلی تقدیرساز برای ملت تاجیک در آن شب و روز از 16 نوامبر تا 2 دکبر سال 1992 در قصر اربابی به نام سیدخوجا اورونخوجای شهر خوجند اجلاسیه تقدیرساز، اجلاسیه 16 شورای عالی برگزار گردید و این اجلاسیه در واقع اجلاسیه تقدیرساز، اجلاسیه تاریخی و اجلاسیه سرنوشت‌ساز برای آن شب و روز ملت تاجیک، برای امروز و حتی برای آینده ملت تاجیک اهمیت خیلی کلان را دارا بود، دارا هست و دارا خواهد ماند. و همین 16 روزی که اجلاسیه برگزار گردید، هر یک روزی آن سرنوشت‌ساز، تقدیرساز برای ملت تاجیک بود. یک از این روزهای تقدیرساز اهمیتناک برای ملت تاجیک این 19 نوامبر سال 1992 به حساب می رود. زیرا در این سنه با میدان سیاست با وظیفه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان نفر انتخاب گردید که او توانست ملت تاجیک را سرجم کرد و صلح و وحدت ملی را در تاجیکستان پایدار نمود. این هم باشد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حساب می رود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از اون روزهای اولی که با این وظیفه پرمسئول تعیین گردیدند و در نزد خود از همون منبر بلندی قصر ارباب برآمد نمودند که من به خاندان شما صلح می‌آورم. در واقع پیشوای ملت توانستند در روند فعالیت خود برای ملت تاجیک صلح و وحدت ملی و یک فضای آرام و ثبات و یک پیشرفت و موفقیت‌ها در عرصه جمهوری و در جهانی برای ملت تاجیک را آوردند. از 5 اپریل سال 1994 تا سال 1997 یعنی تا امضای سازشنامه صلح ملت تاجیک یعنی 27 ایونی سال 1997 این دوره هست که روندهای مذاکرات صلح تاجیکان برگزار گردید که این روندهای مذاکرات صلح تاجیکان در 8 دوره در شهرهای فدراسیون روسیه، تهران، اسلام آباد، الماتا و اشخاباد برگزار گردیدند و این روندهای گفتگو ملت تاجیک را
هرچی زودتر به صلح و وحدت ملی و در پایدار نمودن صلح و وحدت ملی نزدیک نمود و نقش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در روندهای مذاکرات صلح تاجیکان و رسیدن ملت تاجیک به وحدت ملی در این دوره خیلی زیاد است. نهایت ملت تاجیک توانست که 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو در یک وضعیت تنتنوی سازشنامه صلح و رضایت ملی را امضا گذاشت و در سرزمین تاجیکستان صلح و وحدت ملی پاینده گردید و تنتنه گردید. بزرگترین دستاورد ملت تاجیک در طول صاحب استقلالی این به دست آوردن وحدت ملی و ثبات و آرامی و آسودگی در سرزمین تاجیکستان و در خاندان هر یک تاجیک به حساب می رود. شاعر زنده‌یاد لایق شیرعلی گفته بود رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ بنیادسوز ما بگذشت، صلحی در انتظار ما آمد. در واقع اون صلحی که مردم دیرباز انتظار بودند و امید داشتند، آرزو میکردند که روزی می شود بازم در فضای تاجیکستان صلح و وحدت ملی و در لبان مادر تاجیک، در لبان طفل تاجیک خنده هویدا میگردد. در واقع پیشوای ملت محترم امام علی رحمان توانست که هم در لبان مادر تاجیک، هم در لبان طفل خاندان تاجیک و در عموم در لبان تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان خنده و خوشحالی و خرسندی را آورد و نقش پیشوای ملت در رسیدن ما تاجیکان به وحدت ملی خیلی کلان است و این رو باید ما هیچگاه فراموش نکنیم و تاریخ فراموش نخواهد کرد. درباره تجربه بی‌نظیر صلح آفری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میگفتید که چی کانسپسیا روی دست گرفتن و همین تجربه بزرگ امروز در دیگر کشورها من حیث یک برنامه مشخصی صلح آفری روی کار گرفته می شود و رقم زده می شود. از نگاه شما تا کجا تجربه بنیادی صلح آفرین تاجیکان نمونه عبرت عالمیان گردیده در زمان فعلی؟ در واقع پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک از سیاستمداران و یک از دیپلمات‌های سطح جهانی است. امروز پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از همون روزهای اولی که با وظیفه پرمسئول رئیس شورای عالی انتخاب گردیدند، سخنرانی که پیشوای ملت نمودند این از صلح و وحدت ملی و متحدی و بنیادکاری و سازندگی بودند و این سخنها را تمام شهروندان جمهوری درک کردند و این سیاست و این مقصد پیشوای ملت را دستگیری کردند و ملت تاجیک توانست در زیر سیاستی پیشگرفته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با وحدت و به صلح پایدار امروز رسید. روند مذاکرات صلح تاجیکان را بسیار نمایندگان کشورهای جهان، سازمانهای جهانی می‌آموختند و آن را پیگیری می‌کردند که ملت تاجیک با کدام راه‌ها و با کدام برنامه‌ها و اصول‌ها میتواند به وحدت ملی رسد و چگونه توانست که زود به وحدت ملی رسید و یک کشور صلح و آباد و سازنده و بنیادکار امروز نایل شد. دبیر سابق سازمان ملل متحد کوفی آنان در یک از جلسه های خود در سازمان ملل متحد برآمد نموده قید نمودند که از تجربه صلح آفری تاجیکان باید آموخت. یعنی این صلح و وحدت ملی که ملت تاجیک به آن نایل گردید یک نمونه عالی تجربه برای کشورهای جهان دانست. این بهای بلند بود که از جانب یک سیاستمدار سطح جهانی نسبت صلح ملت تاجیک ذکر گردید. یا اینکه احمد شاه مسعود در یک از برآمدهای خود با وسایل اخبار عامه قید نمودند که ملت تاجیک راهبر خود و پیشوای خود را پیدا نمود و ما امید داریم که این ملت زیر سیاست این راهبر میتواند که به صلح و وحدت ملی رسد. در واقع پیشوای ملت محترم امام علی رحمان
توانست که ملت تاجیک را سرجم کرد. در خاندان تاجیک خرسندی و صلح و وحدت و ثبات و آرامی را پایدار نمود و نتیجه پیشرفت و موفقیت‌های امروزه تاجیکستان چه در عرصه جهانی چه در داخل این باشد نتیجه وحدت ملی و ثبات و آرامی در سرزمین تاجیکستان دانسته می شود. استقلالیت و وحدت ملی واقعا دو ارزش و نعمت بی‌بهاست که تمام رشد و پیشرفت‌های بخش‌ها و ساحه‌های کلیدی دولت و ملت جامعه به آن وابستگی عمیق دارد. وحدت است که واقعا ساحه رشد میکند، تمام برنامه‌های دولتی عملی میگردد، تطبیق میگردد. یعنی وحدت چی عاملی است، چی ارزشی است که برای بنیاد دولت ملی، برای تحکیم استقلالیت، خودآگاهی ملی تأثیری بی‌میلان میگذارد. از نگاه شما استقلالیت و وحدت ملی برای ملت تاجیک یک نعمت بی‌بهاست. تمام دستاوردهای ملت تاجیک در طول 33 سال استقلالیت دولتی از وحدت ملی سرچشمه میگیرد. هر حادثه و واقعه‌ای که رخ میدهد آن را تاریخ می‌آموزد و از دیدی تاریخ دور نمی‌رود. از جانب مورخان وطنی وحدت ملی مورد آموزش و مورد تحقیق قرار گرفته است و امروز یک قطار مقاله‌های علمی عمومی کتاب‌ها در روند وحدت ملی و صاحب استقلالی تاجیکستان روی چاپ آمدند که امروز دسترس خواننده هستند. وحدت ملی برای ملت تاجیک در روند بنیادکاری و سازندگی نقش و اهمیت خیلی کلان دارد و همین وحدت ملی بود که ما با هدف‌های استراتژی خود یعنی تامین امنیت وزوقواری، برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی، به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی و با صنعت‌کنونی با سرعت کشور نائل گشتیم و همین وحدت ملی بود که امروز راه‌ها در تمام منطقه‌های جمهوری تاجیکستان با سطح و صفت بین المللی ساخته و مورد استفاده قرار داده شده است. همین وحدت ملی است که امروز نخب‌ها در جمهوری ساخته شدند و در روند بنیادکاری و سازندگی راه‌ها اهمیت خیلی کلان دارد و این میتواند که در رشد ساحه سیاحی نیز در جمهوری تاجیکستان اهمیتناک باشد. همین وحدت ملی بود که امروز ما توانستیم که در جمهوری یک قطار نیروگاه‌های برقی آبی را ساخته و مورد استفاده قرار دادیم و همین وحدت ملی است که امروز ما با بنیاد یکی از نیروگاه‌های بزرگ در جمهوری نیروگاه برقی آبی راغون کار کردیم و توانستیم که در فضای صلح و وحدت ملی تاجیکستان شدن دو اگریگات این نیروگاه که نباشد نتیجه همان صلح و وحدت ملی در تاجیکستان است و همین صلح و وحدت ملی بود که امروز ما توانستیم در جمهوری یک قطار کارخانه‌های صنعتی ساخته با استفاده دادیم که امروز در بازارهای داخل و بازارهای بیرون محصولات‌های وطنی نیز به فروش برآورده می‌شوند و ما در سمت هدف‌های استراتژی در جمهوری تاجیکستان با موفقیت‌های خیلی نظررس نائل شدیم که این هم نتیجه وحدت ملی است و همین وحدت ملی بود که جمهوری تاجیکستان توانست از سال 1999 پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از منبر بلند سازمان ملل متحد با تشبس‌های سازنده خود در عرصه جهان آغاز بخشید، یعنی در سمت تغییریابی اقلیم و نارسایی آب در جهان و همین وحدت ملی بود که امروز جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم و با تشبس‌های سازنده خود در عرصه جهان شناخته شده است و امروز جمهوری تاجیکستان پایتخت زیبا و ما شهر دوشنبه با یک مکان کنفرانس‌های سطح بین المللی نائل گردیده است که این همه نتیجه وحدت ملی در تاجیکستان است. محض وحدت ملی و استقلال کامل سرتاسری است که امروز طفل تاجیک آسوده و آرام با چهره گشاد و لبان خندان میل و رغبت بازی دارد و همین وحدت ملی است که امروز همگی در مؤسسه و مکتب و دبستان‌ها پی آموزش و تحصیل فرا گرفته شدند و همین وحدت ملی و استقلال کامل است که امروز
هر کسی به هر کجای منطقه تاجیکستان آرامانه در چی فرصت خواهد سفر میکند، بازدید میکند، زیبایی آن را میبیند و همین وحدت ملی است که میلاد را سرجم کرد، جمهوری را به یک کشور واحد تبدیل داد و در بنیاد و مکمل گردانی وحدت ملی نقش و سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان اولین درجه است. خب چی موضوعی است که باز می توانیم در این روز از وحدت ملی، از صلح و آرامی، از اتفاق و متحدی سرتاسری تاجیکستانی عزیز باشد؟ در واقع اگر ما تمام پیشرفت و موفقیت‌هایی که تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی به دست آورده است اگر تحلیل کرده برایم، همه آنها سرچشمه میگیرد از وحدت ملی، زیرا که وحدت باشد، آرامی باشد، آسودگی باشد، تنجی باشد، ملت پیش می رود، موفق می شود و رشد می کند و به سازندگی و بنیادکاری نائل می گردد. در واقع بعد سال 1997 همین بنیادکاری ها و همین سازندگی ها و همین موفقیت ها در جمهوری تاجیکستان آهسته آهسته پسی هم عملی گردیدند و امروز پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه به یکی از شهرهای زیبای صلح در سطح جهان شناخته شده است، معرفی گردیده است. همین وحدت ملی است که امروز از تمام کشورهای جهان سیاحان به جمهوری تاجیکستان وارد میشوند و منظره ها و منطقه های جمهوری تاجیکستان را به جایهای تماشاباب و استراحت خود انتخاب نمودند که این همش نتیجه وحدت ملی است. سال 1997 تأسیس کوتای پرزیدنتی می باشد که این هم در سمت دستگیری سیاست دولتی جوانان به حساب می رود که این هم نتیجه وحدت ملی است. امروز جوانان تاجیکستان در مسابقه های سطح بین المللی پرچم بردار تاجیکستان هستند و این هم بازم گفته میتونیم که نتیجه وحدت ملی است. اکنون باید ما این وحدت را، این استقلالیت را چون نعمت بی‌بها، چون گوهرک چشم حفظ و حمایه نماییم. باید همه از یک گریبان سر برآورده این وحدت را پایدار و گرامی بداریم. چی باید کرد وحدت ملی سالها، عصرها دوام یابد؟ فضای امروزه جامعه جهانی ما رو بار دیگر وادار می‌سازد که سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان رو دستگیری نماییم، بازم زیادتر متحد شویم و وحدت ملی خود رو پایدار و مستحکم نماییم و در آبادی و سازندگی تاجیکستان صاحب استقلال هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان در اون سمت و ساحه‌ای که کار و فعالیت می‌نماید وظیفه‌دار است که صادقانه به این ملت، به این وطن خدمت نماید و ارزش‌های عالی جمهوری و وحدت ملی را پاس دارد و ما باید این وحدت و این سرزمین تاجیکستان را نگاه داریم و در آبادی و سازندگی تاجیکستان سهمگذار باشیم و با نسل‌های آینده یک وطن آباد و سازنده و پیشرفته را به میراث گذاریم. تشکر بسیار. یک واژه فرح بخش است که اطراف آن بیشتر حرف بزنیم. این هم باشد وحدت ملی و استقلال کامل و سرتاسری. به انجام سلسله برنامه گلچین از تاریخ تاجیکان رسیدیم. با صحبت و اندیشه‌رانی استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان سیدجان زویدالله‌زاده اطراف موضوع استقلالیت و وحدت ملی. تا برنامه‌های نوبتی سربلند و خانه آباد باشه.